ما حوادث رو دیدیم. تمام نیروهای تروریستی در واقع با تمام قوا به صحنه اومدن. صحنه‌هایی که ما دیدیم و من به خاطر نوع مراوداتم گزارش‌هایی داشتم از اقصا نقاط ایران و به خصوص تهران، افرادی که کاملا معلوم بود کماندو بودن، کاملا معلوم بود که دوره دیدن، کاملا کسی که به راحتی سر می‌بره. یک فرد عادی هر چقدر هم که محور احساساتش بر محور عقلانیتش غلبه پیدا بکنه، یک چنین قدرتی نداره. خب شاهد بودیم که جنایات بسیار بسیار زیادی صورت گرفت. حوزه دفاعی و نظامی که من دست یکایک بچه‌ها رو میبوسم و به نظر من شاهکار خلق کردن. من از مسئولین میخوام که حتما باید نسبت به حقوق نیروهای انتظامی و نیروهای دفاعی ما به شدت احترام بورزن. این فرزندان این خاک که تمام جانشون رو برای دفاع از امنیت ملی و امنیت استراتژیک کشور گذاشتن، حقیقتا در خور هستن که زندگیشون هم تامین بشه. من از این بابت احساس نگرانی دارم.